به نام خدا. نوروز 70 به اتفاق بچه‌های باشگاه واعظ‌زاده به سرپرستی فرهنگ خاتمی، شهید محمد رضا عسکری و خودم فرامرز شاکر، حسن میرتماس، مجتبی فعلیزاده اومدیم مسیر تا قلیل که من اینجور مشاهده میکنیم اومدیم مسیر گشایش کردیم. بعد از رولای مشهد که از خدا بیامرز آقای حامد گلکار گرفته بودیم مسیر رو تموم کردیم. امروز بعد از 34 سال اومدیم به اتفاق حسین آقای ابراهیمی عزیز مسیر رو ریولتش کنیم و دوباره انشاءالله مسیر رو تموم کنیم و تقدیم به شما عزیزان سینور. حسین آقا درود بر همه خسته نباش. عزیزانی که زحمت کشیدن، فرهنگ خان خاتمی عزیز و همه عزیزان باشگاه واعظ‌زاده در سال 70 که 34 سال پیش زحمت کشیدن این مسیر بسیار بسیار زیبا رو گشایش کردن و الان بعد از 34 سال داریم ریبولت رو تمرین. ممنون ازت حسین جان. عشق نباس.